به تمامی عزیزان کلاس دهم خوش اومدید امسال به این مدرسه. خیلی ممنون که مکتب انتخاب کردید. خب دوستان عزیز، اول صبح میریم که قرآن رو بخونیم. آقای شنبه نورالله زادگان تشریف داره جلو برای خوندن قرآن. آقا اجازه است بخونم؟ بفرمایید. به احترام قرآن همه سکوت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صلوات محمدی پسند. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. خب خیلی ممنون از آقای شنبه نورالله زادگان. تشریف میاد آقای دوشنبه سیف‌الله زادگان برای خوندن دعای روز یکشنبه. خیلی ممنون. آقا تشریف بیارید بالا. خواهش می‌کنم بفرما آقای سیف‌الله. دفترشو میدم خدمتتون. ممنون. بله تشریف بیارید جلو. شروع کنم خوندن این دعا رو برای شما. خدایا تمام مریض‌های جهان رو شفا بده. الهی آمین. خدایا دانش آموزان را به راه راست هدایت کن. آمین. خدایا تمامی مردم جهان را شفا بده. الهی آمین. خدایا هرچه مادر و پدر هست به پای فرزندشان پیر کن. الهی آمین. خب خیلی ممنون از آقای یکشنبه سیف‌الله زادگان. از ایشون تقدیر دارم که بفرمایید سر صف وایسه. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، یه لحظه سر صف خود قرار بگیرید تا بنده یه کار مهم دارد بیام. سلام و من کردم در خدمت آقای مدیر که بنده خیلی ممنون. دانش آموزتون سه‌شنبه هستم. اومدم تقصیرش بله، خونه بله. جا گذاشته آوردم بهش بدم. به خودش بدم یا به شما؟ بدید بنده خودم میرسونم خدمت دانش آموز جدیدمون. بله خیلی عمالی. قربان شما بفرمایید بمونید. قربان شما. خدا نگهدار. خدا. خب آقای سه‌شنبه نورالله زادگان تشریف بیاره برای والدین عزیز تشریف آوردن و خوراکیش آوردن. تشریف بیاره جلو. یا عزیزم این خانوادت آورده بودن گفتن تقدیم کنم سیر و کیک تغذیت بوده. بفرمایید سر صف. دوستان عزیز دانش آموزای گلم، با توجه به گرمی هوا بنده شرایط شما رو درک میکنم و از شما خواهش میکنم که توی صفتون بفرمایید سر کلاساتون. دوستان خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو حمایت کردید. اگر که دوست دارید پارت دوم هم ساخته بشه حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.